ویسل خود به دهان گرفته و حالا ویسل از این لحظه و آغاز دیدار تیم‌های بدخشان و کندوز ویسل میخوره. ببینیم اولین فرد زبی پهلوان هست، موفق نمیشه گساله از سر زمین برداره، تلاش خود انجام داده، گساله از سر زمین برداشته شده، از دایره برداشت یاران کندوز صاحب گساله هستند، در اختیار دارن. ببینیم برات پهلوان به مقصد میرسانه این گساله یا خیر، کشمکش جریان داره، فرصت ایدئال برای یاران کندوز و ظاهرا گساله در زمین میغلطه، مجددا برداشت صورت میگیره. یاد شما نره که کندوز یک مدافع جانانه ای داره به نام عبدالسلام پهلوان و گذشتن از عبدالسلام گذشتن از هفت خان رستم هست. باز هم تلاشا برای برداشتن گساله از سر زمین. ببینیم کدام پهلوان میتونه با درایت خاصی که داره گساله از سر زمین برداره. پهلوان خدایی یک رفت که تلاش بکنه و چانس خود آزمایش بکنه. فکر میکنم کتفش هم آسیب دید، کمی برخورد با اسب داشت، میبینیم کمی آسیب دیده. امیدوارم آسیبش جدی نباشه طوری که نتونه به کار ادامه بده. اذیت و ناراحت به نظر میرسه غلام خدایی پهلوان. فکر میکنم که کمی آسیب دیده باشه. به هر صورت به بازی ادامه میده و اضافه میشه به جمع یاران بدخشان. چه تیم شایسته ای در این فصل مسابقات فرستادند. یکی از مدعیان قهرمانی به حساب میان یاران بدخشان، یک شکست برابر کندهار و یک پیروزی برابر لوگر این تیم را در این مرحله از مسابقات در جمع 8 تیم قرار داده. تلاشا برای برداشتن اجازه کار صادر نشد به این دلیل که ویسل میزنه، به دلیل وقتی که کامل شد، یک دقیقه که باید با هم دیگر رقابت میکردن. حالا برداشت تن به تن خواهد بود، برداشت جیگ به جیگ خواهد بود. هر دو پهلوانی که حالا انتخاب میشن برای برداشتن نشه گساله با یکدیگر رقابت خواهند کرد. پهلوانی میتونه گساله را از زمین برداره که تجربیات بهتری داشته باشه و در شرایط ایدئالی به لحاظ فیزیکی و همچنان اسب عالی و شرایط برش مهیا میشه. سومین دقیقه مسابقه است، کار کماکان در میدان دنبال میشه و ببینیم که کدام پهلوانا انتخاب خواهند شد. گساله را آوردند در دایره برداشت جای دادن. همکارای فدراسیون در بخش خدمات اجازه کار صادر شد. آقای ابراهیم ترکمن نجیب پهلوان هست. نجیب پهلوان هست در برابر اسماعیل پهلوان. نجیب و اسماعیل در رقابت تن به تن با هم دیگر. ببینیم کدام یک موفق خواهد بود در برداشتن گساله از روی زمین. میبینیم عتیق مختار را نجیب پهلوان تلاش میکنه. نجیب مختار پهلوان شایسته ولایت بدخشان در برابر اسماعیل از ولایت کندوز، پهلوان چیره دست ولایت کندوز. گساله را در اختیار میگیره، در تقم خود محکم میگیره. 3 تا از پهلوانان ولایت بدخشان او را احاطه میکنن، اما او محکم و با صلابت به سمت دایره حلال حرکت میکنه. ببینیم به مقصد میرسه یا خیر. اسماعیل پهلوان اولین امتیاز را برای کندوز به ارمغان میاره یا خیر؟ نه، کارش گره خورد، اجازه نمیتن. پهلوانان بدخشان به این سادگی نمیمانند که اسماعیل پهلوان گساله را به دایره حلال حتی نزدیک بکنه. ببینیم در این رقابت بسیار جذاب و نفسگیر چه کسی موفق خواهد بود. روح الله پهلوان هست، روح الله قیومی. گساله در اختیار داره، میره به سمت اوت و اوت شد. مدافعان کندوز موفق شدند که روح الله پهلوان را از سر را بردارن، او را به سمت اوت ساق بتن. یک بار دیگر ببینیم تصویر آهسته را. روح الله پهلوان به این ترتیب گساله را در اختیار گرفته بود، در تقم خود محکم، اما مسیرش به سمت اوت انحراف دادن یاران تیم کندوز. این بازی بسیار حساس و این جدال نفسگیری است. بدخشان به عنوان تیم دوم و کندوز به عنوان تیم اول از گروه‌هایشان در مرحله گروهی مسابقات به این جای کار رسیدند. باز هم برداشت جیگ به جیگ، باز هم رقابت تن به تن. پهلوان غلام خدایی در برابر او کدام پهلوان از ولایت کندوز هست که موفق هم شده گساله را به اختیار بگیره و میره به سمت دایره حلال. باز هم اوت.
نه، در واپسین ثانیه ها نجیب مختار بود که گساله را قاپید، اما موفق نشد. چرا؟ چون به اوت رفت. یک بار دیگر صحنه آیسته را به هم دیگر مرور بکنیم. اینجا کشمکش بود و اینجا گساله ای که در اختیار نجیب مختار قرار گرفت. به زیبایی دفاع میکنه، عالی کار میکنه این مرد. باز هم برداشت جیک به جیک، یک دفع جانانه، دفاع عالی، عملکرد شایسته و چشم نواز از پهلوان نامی ولایت بدخشان نجیب مختار. باز هم رقابت تن به تن، باز هم برداشت برای کندوز. ببینیم به کجا خواهد رسید این برداشت پهلوان ولایت کندوز. ذبیح پهلوان در میان پهلوانان، گساله را در اختیار داره و تلاشای زیاد میره به سمت دایره حلال، اما موفق نمیشه. عتیق مختار گرفته گساله را. عتیق مختار میره به سمت دایره حلال. عتیق مختار همه را پشت سر مانده. عتیق مختار اولین امتیاز در بر دوره آخر خودشان را میرسانن یاران کندوز. چقدر خوب بود، چقدر بازی جذابی است، هم در دفاع، هم در حمله، هم در برداشت. همه چی خوب، همه چی عالی، همه چی مساوی و تقسیم شده و حساب شده. ببینیم صحنه آیسته را با هم. یک لحظه پیشی گرفت عتیق مختار از همه بازیکنان، اما یاران کندوز خودشان را سر به زنگار رساندند، او را از مسیر منحرف کردند. باز هم برداشت جیک به جیک. این بازی سرشار از اتفاقای خوب و خوشایند خواهد بود برای همه کسانی که آمدن در میدان از این مسابقه جذاب و نفسگیر لذت ببرند. باز هم اشاره میکنه آقای ترکمن که دو تا از پهلوانا در مرحله جیک به جیک رو در روی یکدیگر قرار بگیرند. ذبیح پهلوان هست، غلام خدایی پهلوان، رقابت دو شماره یک، دو پهلوان نامی، دو پهلوان مقتدر، دو پهلوان زبده و چاپانداز فرصت طلب. کدام یک میتونه که این گساله را از زمین برداره؟ غلام خدایی پهلوان یا ذبیح پهلوان؟ ببینیم چه کسی موفق خواهد شد. گساله را سر زمین برداره، ذبیح پهلوان موفق میشه، پهلوان نامی ولایت کندوز. حالا میره به سمت دایره حلال و این گونه غلام خدایی او را تا خط اوت همراهی میکنه. هشتمین دقیقه مسابقه و کماکان کاری از پیش برده نتانستن و هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. تلاش ها کماکان برای امتیازگیری ادامه داره. غلام خدایی اینگونه او را از میدان کشید. چهره عتیق مختار را میبینیم. باز هم آقای ترکمن و این چهره هوادارانی که آمادن تا مسابقه را از نزدیک تماشا بکنن. رقابت تیم های کندوز و بدخشان، دو تیم قدرتمند چند فصل اخیر مسابقات لیگ بزکشی افغانستان. فصل پار یا سال پار، فصل گذشته کندوز نایب قهرمان شد در برابر سمنگان و بدخشان در مسابقات حضور نیافت. مجدداً بازی آغاز میشه. ویسل که آقای ترکمن به صدا در میاره. این بار باز هم تلاش‌های نجیب مختار هست. ببینیم چگونه استفاده خواهد کرد از این تلاش‌های که انجام میشه بین دو پهلوان. چقدر موفق خواهند بود در برداشتن گساله. ذبیح یک بار دیگر خود پایان میکنه، گساله را از زمین برداره. او قد بلند داره ذبیح پهلوان و بسیار پهلوان زبده و توانایی است. گساله یک بار دیگر برداشت شد توسط ذبیح پهلوان. این بلندی قد او، این چابوکی او موجب میشه که کمک بکنه بود. سعیدال پهلوان، پهلوان با تجربه کندوز، سعیدال پهلوان به سمت دایره حلال میره. ببینیم که یاران بدخشان چگونه
مانع سیدال خواهند شد. سیدال پهلوان، حالا هیچ مانع سر راه سیدال پهلوان نیست. اسب سرعت میگیره از همه اسبا. سیدال پهلوان به سمت دایره حلال. سیدال پهلوان و امتیاز میگیره برای کندوز. اولین امتیاز برای کندوز. سیدال پهلوان. بدخشان 1-0 دنبال میفته. این پهلوان نامی ولایت کندوز هست، سرشار از تجربیات زیاد. سیدال پهلوان، ستاره نامدار کندوز، تفاوت را رقم میزنه. کندوز 1، بدخشان 0. چه شور و حال شد در میدان. اینا طرفداران تیم بدخشان هستند که مهر سکوت بر لبانشان زده شده، هیچ واکنش نشان نمیدن. کندوز در 11مین دقیقه مسابقه تانست که به اولین امتیاز این مسابقه دست پیدا بکنه. یک بار دیگر بدخشان از مسابقه عقب میافته. پاداش‌های نقدی خودشان را میگیرن پهلوانانی که کار شایسته ای را انجام دادند. سیدال پهلوان با کمک زبی پهلوان توانست به این مهم دست پیدا بکنه. چقدر خوب دانستند که این کار را انجام بدن، چقدر عالی. گلوی هم تازه میکنن پهلوانان کندوز. به یک بار دیگر صحنه آشتی رو با هم دیگر مرور بکنیم. چه کسی میتونه جلوی سیدال پهلوان را بگیره؟ پنجه طلایی کندوز به این ترتیب توانست که گساره را در دل دایره جای بده. هیچ جایی و هیچ شکی و هیچ شبهه‌ای وجود نداشت به حلال بودن این گساله. ببینیم کاملا درست بود. 12مین دقیقه مسابقه. بدخشان کارش کمی سخت شد اما هنوز زمان هست تا پایان مسابقه. سیدال پهلوان از میان همه پهلوانان راه باز کرد، راه گشود و با سرعت و با دقت و با زیبایی حرف تمام گساره به دایره حلال رساند. بریم به سمت ادامه مسابقه. بدخشان یک بار دیگر در یک مسابقه حساس، در یک جدال کلان دنبال میافته. اجازه کار صادر میشه. ببینیم که بازی متوقف هست. به چه دلیل بازی را آغاز نمیکنه داور مرکزی آقای ترکمن؟ چرای پرشمار هواداران را میبینیم که سرگرم و تماشای این مسابقه هستند. اجازه کار صادر شد. یک بار دیگر زبی پهلوان، یک بار دیگر برداشت از ولایت بدخشان. غلام خدای پهلوان، غلام خدایی پهلوان. ببینیم چگونه حفظ خواهد کرد. خودم میرسون عبدالسلام پهلوان، مدافع صاحب نام ولایت کندوز. دوباره زبی، دوباره حرکت از زبی پهلوان. اسبش به بیرون رفت. روح الله پهلوان تا آخرین ثانیه ها در جدال برابر زبی پهلوان رقابت کرد و او را از مسیر بیرون فرستاد. یک بار دیگر ببینیم به هم دیگر به این ترتیب در کشمکش پهلوانان هر دو تیم. زبی پهلوان گساره را در اختیار گرفت و اما در نهایت نتونست به مقصد برسانه. مجددا برداشت جیگ به جیگ ادامه پیدا خواهد کرد. چه جدال خوبی است، چه رقابت جانانه است، چه تقابل حساسی است بین تیم‌های کندوز و بدخشان. کندوز یک بار دیگر عزم خود جزم کرده برای حضور در مرحله چهارمی مسابقات. البته باید بازی بعدی خود هم ببره. یک بار دیگر برداشت. یاران بدخشان دست بردار نیستن. غلام خدایی پهلوان، سلام. ببینیم چگونه با اسب تنومند خود مداخله میکنه و دور میکنه پهلوان غلام خدایی را، پهلوان بدخشان را. برداشت صورت گرفته. پهلوان ها در کشمکش هستند، به سمت راست میدان در حرکت هستند. گساله سر زمین به زمین میغلطه. باز هم سیدال پهلوان هم اضافه شده در این جدال حساس. یاران بدخشان
سراسیمه عمل میکنن، با تمام وجود بتونن گساله رو بردارن. یک بار دیگر یاران کندوز صاحب گساله هستن. این بار کسی نیست جز اسماعیل پهلوان. اسماعیل پهلوان گساله در تقم خود محکم گرفته. روح الله مداخله میکنه. غلام خدایی هم اضافه شده. اسماعیل پهلوان به هیچ کدام گساله را نمیته در تقم خود را گرفته. حالا گساله در اختیار همتیمی قرار داد. فرصت هست ببینیم چگونه سیدال پهلوان یک بار دیگر بازیکن با تجربه میره به سمت دایره حلال و باز هم اجازه کار داده نشد. هنوز فرصت از دست نرفته، هنوز گساله به اوت نرفته، میتونن برداشت انجام بدن. فرصت ایدئالی است برای پهلوانان هر دو تیم. چه کسی گساله را برداشته مشخص نیست، اما کشمکش بین پهلوانان هر دو تیم در جریان هست. غلام خدایی در دل واقعه حضور داره، بین او و اسماعیل پهلوان کشمکش جریان داره. سیدال هم از راه رسیده، پهلوان عبدالسلام هم هست در دفاع جانانه کار میکنه و کماکان عتیق مختار هم اضافه شد. حالا گساله در اختیار عتیق مختار قرار گرفته. عتیق مختار میتونه خود از این چالش بیرون بکشه یا خیر؟ عتیق مختار باید گساله در اختیار یک همتیمی دیگر خود قرار بده اگر شرایط برش سخت شده. با سم تلاشا عتیق مختار تلاش میکنه خود به دایره حلال برسانه. عبدالسلام صد راهش شده، صد کلان نزدیک دایره حلال هستند. پهلوانان هر دو تیم در کشمکش هستند. هر دو تیم ببینیم چقدر موفق خواهند بود. دوباره عتیق مختار تا دایره حلال رساندن. گساله بین پهلوانان دو تیم هست. بازی گره خورده در این لحظات، در این دقایق. شرایط پر اضطرابی است برای هواداران بدخشان. از این موقعیت چه استفاده ای خواهند کرد عنابی پوشان ولایت بدخشان؟ 17مین دقیقه مسابقه است و کماکان گساله در اختیار یاران بدخشان هست و یاران کندوز با تمام وجود دفاع میکنن. اگر به اوت بره این فرصت کاملا خواهد سوخت و این فرصت هدر میره و دوباره باید کار را دنبال بکنن. ویسل میزن آقای ترکمن، برداشت جیک به جیک دوباره دنبال خواهد شد، دوباره به کار گرفته خواهد شد. 17مین دقیقه را پشت سر گذاشتیم و وارد 18مین دقیقه این دیدار شدیم. اشاره میکنه آقای ترکمن که بیاین سر لاین برای برداشت جیک به جیک. پهلوانان دو تیم تلاشایشان را به کار ببرند، رقابتشان را ادامه بدن و کار را دنبال بکنند. زمان علیه بدخشان در نیمه اول در جریان است و به نفع کندوز بر وفق و مراد هواداران و مشتاقان و طرفداران ولایت کندوز هست. بازیکنان دو تیم را دعوت میکنه به کار خود ادامه بدن. حاجی زبیر قیومی رئیس فدراسیون بزکشی ولایت بدخشان مشخص نیست به چیزی اعتراض کرده. هرچه هست کار دنبال خواهد شد. گساله سر زمین است، پهلوانا سر گساله هستند، اما اگر وقت را تلف کنن این وقت تلفی به نفع هیچ کدام نیست. کار دنبال میشه. ویسل زده شده. یک بار دیگر رقابت زبی با نجیب مختار هست. نجیب مختار ببینیم چقدر موفق خواهد بود در برابر زبی پهلوان که پهلوان شایسته و قدرتمند ولایت کندوز هست. بتانه گساله را بگیره و میگیره و حرکت میکنه. حالا نجیب مختار به سمت دایره حلال شده یا نه تاییدیش باید ترکمن بته. فکر میکنم امتیاز شد. امتیاز تساوی. هواداران رو میبینی چه سر و صدایی برپا کردند. ظاهرا همه آمدن از بدخشان طرفداری بکنن. چه شور و حالی برپا شده. تماما هواداران بدخشان سراسیمه تشویق میکنن تیم بدخشان را. باز هم بازی را به تساوی کشان. نجیب مختار، این پهلوان شایسته ولایت بدخشان، در بدترین شرایط ممکن هر زمان به داد بدخشان رسیده. خوشحالی هواداران حاضر در ورزشگاه. بدخشانی ها همه آمدن اینجا. هیچ کسی در بدخشان نیست. جوانان بدخشان اینجا هستند، در میدان بزکشی هستند. یک بار دیگر صحنه آهسته را ببینیم.
این گونه گساله را در دایره قرار داد. نجیب مختار و خوشحالی این پهلوان سرشناس و نامدار ولایت بدخشان. بدخشان 1 کندوز 1. 20مین دقیقه مسابقه. به بازی برمیگرده بدخشان. یک بار دیگر نفس هواداران بدخشان راسته شد. همه چی به حالت اول بازگشت. زبیر قیومی هم پاداش میگیره. برای تیم خود پاداش‌ها را جمع آوری میکنه. برای پهلوانان خود پاداش‌ها را جمع آوری میکنه. از بایها، از کلانها، از موسیفدا، از تجار، از هوادارا. یک بار دیگر رقابت در وسط میدان دنبال میشه. یاران بدخشان یا کندوز. رقابت جذابی است، رقابت حساسی است، رقابت مهم و حیاتی است برای کندوز، برای بدخشان، برای هر دو تیم. هر دو تیم تیم های قدری هستن، هر دو تیم تیم های شایسته هستن، هر دو تیم پهلوانان خوبی داره. باز هم برداشت از یاران بدخشان. چه کسی میره که گساله برداره؟ خال پهلوان زبیر روح الله قیومی. روح الله گساله در اختیار داره. ببینیم که میتونه چرخش انجام بده به سمت دایره حلال برای یا خیر. نه، اجازهش نمیتن. پهلوانان کندوز او را از مسیر کشیدن به بیرون، به اوت سوقش دادند. چقدر رقابت خوبی شد. این تساوی به جذابیت مسابقه افزود. ببینیم صحنه تکراری را. چه شور و حالی است در میدان. ظاهراً که بدخشان خالی از سکنه شده. همه هوادارا اینجا هستن، همه بدخشانی ها اینجا هستن، همه طرفداران بدخشان اینجا هستن. در میدان بزکشی در کابل از مدت‌ها بیش طرفداران دو آتشه بدخشان در کابل خانه کرایه کرده بودند برای حضور در مسابقات، برای تشویق، برای حمایت. هواداران وفادار بدخشان. 23مین دقیقه این دیدار هست. از این لحظه آغاز شد. کار مجدداً دنبال خواهد شد. ببینیم که مرحله جیک به جیک هست یا خیر. آقای ترکمن اشاره میکنه به هر دو تیم خونسردی خودشان را حفظ بکنن. کار بین دو پهلوان جیک به جیک دنبال خواهد شد. این بار برات پهلوان از کندوز در مرحله جیک به جیک قرار داره. بازی ادامه خواهد داشت. پهلوان ها با هم دیگر رقابت میکنن. اسماعیل پهلوان و غلام خدایی پهلوان. غلام خدایی گساله را در اختیار گرفته. حالا ببینیم که غلام خدایی میتونه گساله را به دایره حلال برسونه یا خیر. خودم میکشه از جدال. غلام خدایی پهلوان به سمت دایره حلال. دومین گساله حلال میشه یا خیر؟ نشد. چانس طلایی یاران بدخشان سوخت. گساله در روی خط دایره حلال هست. این فرصت از کف رفت برای یاران بدخشان. 24مین دقیقه مسابقه. ببینیم صحنه آیسته را. با چه سرعتی اسبش به سمت دایره حرکت کرد، اما بدچانس بود. دقت لازم را نداشت پهلوان خدایی، پهلوان شایسته ولایت بدخشان. #24مین دقیقه مسابقه است. کماکان کار در میدان دنبال خواهد شد. یاران بدخشان این فرصت را از دست دادن. حالا بریم به سمت ادامه گزارش. ببینیم که یاران کندوز دوباره بر بازی حاکم میشن یا خیر. مسابقات بزکشی هواداران و مشتاقان زیادی دارد در سن و سالهای متفاوت، از پسر بچه های 5-6 ساله گرفته تا مردای 70 ساله، در سنین مختلف، نوجوانان، جوانان، مسن،
افراد مسن محسن سفید همه آمدند در میدان بزکشی برای تماشای بازی عنعنوی و فرهنگی مردم افغانستان برای مسابقات بزکشی، یکی از ورزش‌های پرمخاطب افغانستان. دوباره برداشت صورت میگیره از پهلوانان بدخشان. ببینیم گساله دوم را حلال میکنه یا خیر. گساله در زمین فرو غلتید، باید دوباره از سر زمین بردارن. این فرصت از کف رفت. دوباره برداشت جیگ به جیگ خواهد بود. کماکان 5 دقیقه تا پایان نیمه این خود زمان هست و پهلوانا همه تلاش خودشان را خواهند کرد از این 5 دقیقه به نفع ولایتشان، به نفع مردمشان، به نفع هوادارانشان استفاده مفید بکنن. آقای ترکمن یک بار دیگر آماده است که ویسل بزنه و دو پهلوان باید خودشان را آماده بکنن در برداشت جیگ به جیگ. گساله آورده میشه، در دایره برداشت گذاشته میشه. ببینیم رقابت بین کدام دو پهلوان ادامه پیدا خواهد کرد. خود زبی پهلوان از کندوز یک بار دیگر انتخاب شده. باز هم رقابت دو شماره 1. غلام خدایی پهلوان و زبی پهلوان با همدیگر میرزمند، با همدیگر میجنگند، با همدیگر رقابت میکنن تا ای که بتونن این گساله را به نحو احسن استفاده بکنن. غلام خدایی پهلوان یک بار دیگر گساله را برداشت کرده و عبدالسلام پهلوان مانع حرکت غلام خدایی میشه. در دل واقعه غلام خدایی یک لحظه خود گم میکنه، اما کماکان گساله را حفظ میکنه. 35 کیلو گرم وزن این گساله است. نگهداریش کار آسانی نیست. دوباره خود غلام خدایی پهلوان میره که گساله را حفظ بکنه. یکی از پهلوانان ولایت کندوز سر زمین افتاده. کشمکش کماکان جریان داره. بازی یک بار دیگر گره خورده. تلاش‌های پهلوانان هر دو تیم، یاران کندوز در دفاع، یاران بدخشان در حمله، با هم در گلاویز هستند. ببینیم چگونه استفاده خواهند کرد از این موقعیت. یک بار دیگر حرکت از پهلوان ولایت بدخشان. اجازه نمیتن که او گساله را حفظ بکنه و باز هم حرکت میکنه به سمت دایره. کسی نیست جز خال پهلوان موفق میشه یا خیر. نباید فراموش بکنن که یک عبدالسلامی از ولایت کندوز با یک اسب مقتدر و کلانی همیشه سر راهشان است. فکر بکنن که یک دیوار بلندی پیش رویشان است و باید از این دیوار بلند بگذرن تا به امتیاز دست پیدا بکنن. یک بار دیگر به سمت دایره حلال سرعت میگیره اسب خال پهلوان. موفق میشه خال پهلوان یا نه؟ پرشمار هستند سر دایره حلال. فرصت هست برای یاران تیم ولایت بدخشان. ببینیم دومین امتیاز را در این واپسین دقایق به دست میارن یا خیر. دوباره گساله سر زمین افتاده. یاران بدخشان در تلاش هستند مجددا گساله را بردارن، در حالی که شرایط برای کندوز مهیاست. یاران کندوز نمیخواین نیمه اول را با اولین گساله‌ای که به ثمر رساندن امتیاز کسب کردن با شکست ترک بکنن این میدان را. این میدان حساسیت‌های زیادی داره. این رقابت جذابیت‌های خاصی داره. ببینیم چگونه استفاده خواهند کرد از این موقعیت. در 28مین دقیقه این مسابقه روح الله پهلوان هم تلاش‌های خودش انجام میده با شماره 5. روح الله قیومی، خال پهلوان هم اضافه شده در اونجا و نوراقای پهلوان هم برای بدخشان در زمین مسابقه حضور داره. عتیق مختار هم هست و حاجی غلام خدایی هم هست در این مسابقه. در این لحظات، در این دقایق واپسین نیمه نخست، جایی که بدخشان کندوز در میدان یکتوت در کابل پایتخت در حضور پرشمار هوادارانی که آمدن مسابقه را تماشا بکنن حاضر شدن و مسابقهشان تا این دقایق 1-1 مساوی دنبال میشه. صحنه آیسته را ببینیم. لحظاتی که بازی گره خورده بود به هیچ کدام نتونستن این گیره را باز بکنن. پس از تلاش‌های زیاد ویسل زد آقای ترکمن و خواست که دوباره برداشت جیگ به جیگ دنبال بشه و تقریبا میشه گفت که 1 دقیقه و 7 ثانیه تا پایان مسابقه هست. 1 دقیقه دیگه تا پایان مسابقه زمان هست و ثانیه های واپسین مسابقه است. در نیمه نخست کار 1 در برابر 1 دنبال میشه. این 1 دقیقه پایانی ببینیم که آبستن چه اتفاقی خواهد بود. آیا گساله دیگری حلال خواهد شد و دایره حلال خواهد رسید یا خیر؟ باز هم برداشت جیگ به جیگ هست. رقابت تن به تن هست.
تقابل فرد به فرد هست بین پهلوانان دو تیم. 30 ثانیه تا پایان. هر دو تیم در تلاش هستن گساله را بردارن. یاران کندوز گساله را برداشتن. یاران کندوز گساله را برداشتن به سمت دایره حلال. حالا فرصت هست برای کندوز تا اینکه پیروز از این میدان در نیمه نخست به بیرون بره. فرصت طلایی برای یاران کندوز. ببینیم چگونه استفاده میکنن. پهلوانان شایسته کندوز چقدر موفق خواهند بود در رساندن گساله به دایره حلال. همه تلاششان را میکنن. 10 ثانیه تا پایان مسابقه و فکر میکنم که چانسی برای حلال کردن نیست، چون زمانی نیست. 5 ثانیه تا پایان این مسابقه زمان هست و حالا باید منتظر ویسال پایان باشین. زمان به پایان رسیده و بازی در نهایت با نتیجه 1 برابر 1 در نیمه نخست به اتمام رسید. زور هیچ کدام از پهلوانان بر دیگری غالب نشد. زور هیچ کدام از پهلوانان بر دیگری نچربید و این مسابقه در نهایت 1 برابر 1 به پایان رسید. نجیب پهلوان برای بدخشان و ذبیح پهلوان، البته سیدال پهلوان برای کندوز، هر کدام 1 گساله تانستن که خط بکنن. از حضور شما فعلا وقفه میگیریم. من مرخص میشم 10 دقیقه استراحت بکنم تا نیمه دوم را بتونیم برای شما گزارش بکنیم. بیا هم ستړي مشئ، بیا مې هم سلامونه ومنئ د ملي سپورټ خوږو لیدونکو. یوه ډېره جالبه سیالۍ په زړه پورې لوبه د کندوز او بدخشان ترمنځ لومړۍ نیمه پای ته ورسېده. بالاخره یو په یو باندې دغه سیالۍ تر دې دمه مساوي ده. وبګورو چې په دوهمه نیمه کې به دغه سیالۍ د کومې لوبډلې د کوم ولایت په ګټه باندې پای ته رسېږي. واقعي شکل چې یوه ډېره جالبه سیالۍ ده. په لومړۍ سر کې کندوز وتوانېده چې لومړی حلال ترسره کړي، خو د بدخشان لوبډلې پهلوانان په ډېر ښه انداز سره کنټرول وساته او بالاخره دغه کار یې وشو کړی تر څو د کندوز پر وړاندې البته حلال ترسره کړي او دغه نیمه یې بالاخره یو په یو باندې مساوي پای ته ورسوله. دوهمه نیمه هم له ځان سره لري 10 نورې دقیقې دي چې کولی شي چې له دې څخه هم استفاده وکړي. دا یوه هغه ډېره مهمه سیالۍ ده چې د بي ګروپ لپاره کولی شي چې لومړی لوبډله مشخص کړي، لومړی ولایت مشخص کړي چې څوک کولی شي په بي ګروپ کې بریا ترلاسه کړي. لکه څنګه چې په ا ګروپ کې تاسو شاهدان د کندهار ولایت ولای چې کندهار ولایت البته خپله لومړی سیالۍ په بریا باندې پای ته ورسوله و په 3 باندې البته بریا ترلاسه کړه. درنو لیدونکو زموږ همکار میلاد د مینوالو تر خوا ډېر په مشکله ځان ورسولی. زه د مینوالو څخه اورو چې مینوال د دغه سیالۍ پر وړاندې څه احساس لري. بله دوستا، آمده یک قسمتی از گوشه میدان ورزشی بزکشی یکتوت هستم، به حالی که علاقمندان پرشمار تیم بزکشی ولایت بدخشان گرد هم آمدند و از همین نقطه به استقبال چاپاندازان و پهلوانان خودشان پرداختند و از نزدیک چاپاندازان خودشان را انرژی میتن، انگیزه میتن تا اینکه در برابر تیم کندوز عملکرد خوبی از خود به جا بگذارند. یکی از علاقمندان تیم بزکشی ولایت بدخشان اینجا در کنارم است و در مورد حضورش و ای که با چه انگیزه تیم بزکشی ولایت بدخشان را تشویق میکنه با خودشان صحبت‌های می‌داشته باشیم. سلام، وقت بخیر. میشه خود معرفی بکنی و فکر کنم طرفدار تیم بدخشان هستی؟ بله، نام من میلاد است، یکی از طرفداران تیم بدخشان هستم. بسیار خوب، این هم نام مام هستی. صبح چند بجه آمدی به ورزشگاه و منتظر بازی بدخشان بودی؟ بازی بدخشان دومین بازی امروزی بود و چند ساعت منتظر مادی تا ای که بازی بدخشان برسه؟ ما امروز به خاطر که بازی ولایت ما بود ساعت 7 بجه این پشت میدان حاضر شده بودیم. ساعت چند؟ 7 بجه صبح. بسیار خوب. پیش ما چی نشه. و تا حالا بدخشان در برابر تیم کندوز تانسته است 1 گساله را حلال بکنه و بازی همچنان 1 بر 1 تساوی دنبال میشه. چی گفتنی داری به پهلوانانتان از این جور بید؟ با پهلوانان تیم بدخشان گفتنی ما است که تمامتان نور چشم ماستین و این مهم نیست که ببریم یا ببازیم و ما تمام بدخشان و بدخشانیان عزیز به تیم خود اعتماد داریم و تمام پهلوانان ما نور چشم هستند.
چانس خوب انشالله که تیمتان نتیجه دلخواه شما را که علاقمندان مشتاق تیم بزکشی بدخشان هستین به دست بیاره. زنده باشین. تشکر. بله دوستا، ما اینجا هستم و فکر کنم بعضی از علاقمندان دیگر هم هست که اینجا میخواه با ما صحبت های داشته باشه. یکی از علاقمندان بدخشان همچنان با خود داریم. بدخشان تیمی است که نزدیک به 60 الی 70% جمعیت ورزشگاه را تشکیل میدن و آمدن از نزدیک چاپ اندازان خودشان را تشویق میکنن. سلام، وقت بخیر، نام چی است و طرفدار کدام تیم هستی؟ سلام بر شما، نام من جاوید است، طرفدار تیم بدخشان. بسیار خوب. تا اینجای کار از عملکرد تیمتان راضی هستین؟ نیمه نخست با نتیجه مساوی به پایان رسیده. بله طبعا راضی هستیم. پهلوانان ما خیلی خوب عمل میکنن در بزکشی. نظر به اسبایی که دارن عملکرد چون قابل قبول برای همه افغانستان به ویژه ملت بدخشان است. بسیار خوب. و با چاپ اندازان خوبتان چه گفتنی دارین؟ حمایت شما را تا آخرین لحظات دور پنجم لیگ بزکشی با خود خواهد داشت آخر؟ گفتنی ما با چاپ اندازان است که چاپ اندازان ما نام خدا از رویه خیلی عالی برخوردار هستند و این رویهشان اعتماد به نفس ایجاد کرده که تونستن یک و یک مساوی بکنن. بسیار تشکر. چانس خوب به شما و تیم بدخشان. از کندوز کسی هست صحبت بکنه؟ تیم بزکشی کندوز. آجی صاحب صحبت میکنی؟ کندوز؟ بدخشان. دوستان من قسمی که یادآور شدم ورزشگاه مملو از علاقمندان تیم بزکشی بدخشان. از خودت از کندوز هستی؟ بسیار خوب. یکی از علاقمندان تیم بزکشی کندوز هم با خود داریم. کمی نزدیک شو. اسمت و از کدام ولایت هستی که تیم کندوز میخوایی تشویق بکنی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالوارث هستم از ولایت پنجشیر ولسوالی پریان و یکی از علاقمندان بزکشی ولایت کندوز. بسیار خوب. چه کار چاپاندازان تیم بزکشی کندوز خوشت میآید که خاصی طرفداری خودت از تیم کندوز اعلام بکنی؟ والا می شهامتشان، غیرتشان بسیار خوب است. در قسمت کشیدن بز و بز به دایره حلال بردن بسیار مهارت بالا دارن و بخصوص زبی پالوان. بسیار خوب. و تا اینجای کار از نتیجه که به دست آمده راضی هستی؟ راضی هستم. شکر فهمیده فعلا 1-1 مساوی است. چانس خوب. چانس خوب. انشالله که تیم شما به نتیجه دلخواه طرفداران خودش برسه. بخیر باشین. سلام. یکی از علاقمندان دیگر بدخشان. بسیار خوب. یکی از علاقمندان کندوز همچنان با خود داریم و بیشتر در مورد عملکرد پهلوانان کندوز با خودشان صحبت هایی می داشته باشیم. سلام، وقت بخیر. میشه خود معرفی بکنی و بگویی که چه چیز تیم بزکشی کندوز خوشت آمده که آمدی امروز به محل برگزاری رقابت ها و حمایت خودت از تیم کندوز اعلام کردی؟ بله، ما طرفدار پهلوانای خود هستیم که از ولایت کندوز خوب درخشیده، همیشه خوب می درخشند. ما طرفدارشان هستیم. خوش آینده است. بسیار خوب. کندوز تیمی است که 4 بار به دیدار پایانی راه پیدا کرده ولی قهرمانی را تجربه نکرده. چه پیام داری به تیم کندوز؟ آیا امسال این طلسم شکسته خواهد شد یا خیر؟ او بخت و طالعشان است. یاری پروردگار. همیشه قهرمان هستند و قهرمان هم میشن. یعنی از عملکرد تیم کندوز در نیمه نخست راضی هستی؟ بله بله، خوب درخشیدن. بسیار خوب. آرزوی پیروزی به تیم کندوز همچنان داریم؟ بله داریم. آرزو داریم که پیروز شود. چانس خوب. اومدیم که تشویقشان کنیم. چانس خوب. انشالله که تیم کندوز به نتیجه ایدئال مشتاقان تیم علاقمندان خودش برسه و بتونه که خوشی را در چهره کندوزیان و همچنان در سوی دیگر تیم بزکشی بدخشان خوشی را در چهره بدخشانیان برسانه. کندوزیان خلاص شد. زئی چې بیا کړو آباد د خپل وران کور مسکن، زئی چې بیا کړو آباد شازل مو ګران وطن، زئی چې بیا کړو آباد د خپل وران کور مسکن، زئی چې بیا کړو آباد زئی دې شانو مېرو کې ګلونه کرو د وحدت اخوات به تخمونه کرو،
زید شعر میرو کی گلونا کرو د وحدت اخوات بتخمونا کرو دم من دم هن زی چی بیا کو آباد دم من دم هن زی چی بیا کو آباد د خپل وران کور مسکن زی چی بیا کو آباد شازل مو ګران وطن زی چی بیا کو آباد د خپل وران کور مسکن زی چی بیا کو آباد لا ختیز تر لویدیز لا جنوب تر شمال یو ځل بیا ګران هیواد د سیالان کو سیال لا ختیز تر لویدیز لا جنوب تر شمال یو ځل بیا ګران هیواد د سیالان کو سیال د ګډ کور ګډ ګلشن زی چې بیا کړو آباد د ګډ کور ګډ گلشن زی چې بیا کړو آباد د خپل وران کور مسکن زی چې بیا کړو آباد شازل مو ګران وطن زی چې بیا کړو آباد د خپل وران کور مسکن زی چې بیا کړو آباد علم سترګې کمال سباون. بله هایلایت حالا به پایان رسیده. میریم به سمت آغاز مسابقه. باز هم مشکل پیش آمده بین تیم ها، مشکل پیش آمده. کمیته میره برای تصمیم گیری. بازی 1 در برابر 1 در پایان نتیجه نخست و حالا شروع نیمه دوم. باید ببینیم که دستخوش چه اتفاقاتی خواهد بود و چه اتفاقاتی را روی دست خواهد داشت. آیا کندوز پیروز این جدال کلان خواهد بود یا بدخشان؟ هر کدام از این دو تیم که بتونه در پایان مسابقه به برتری برسه، هر دو شایسته پیروزی هستند. هر دو تیم های قدرتمندی هستند، هر دو تیم های شایسته ای هستند. برای بازی بعدی دوستا ساعت 2 بجه سمنگان و بغلان هست. دو تیم دیگر با هم دیگر رقابت میکنن. هر دو تیم های قهرمان سال گذشته است. یعنی سمنگان قهرمان لیگ بزکشی فصل 4 هست و بغلان قهرمان تورنمنت مزار شریف است. هر دو شرایط خوبی دارند در این فصل مسابقات و قرار است که در روی یکدیگر رقابت بکنن. آقای ترکمن اشاره میکنه که آماده بشن تا اینکه مسابقه را آغاز بکنین. همه مردم، همه مخاطبان، همه طرفداران، همه مشتاقان بی‌صبرانه منتظر ویسل آقای ترکمن هستند تا در نیمه دوم ببینیم که کار به چه ترتیبی دنبال خواهد شد. فکر میکنم که نیروهای امنیتی هم صف هستند. مگه در تصویر میبینم آمدن برای امنیت هم پهلوانا هم مردمایی که اینجا آمدن. رژه منظمی را ترتیب دادند نیروهای امنیتی و صف را تشکیل دادند، آمدند برای امنیت مسابقات. این هم هوادارانی که در جایگاه ویژه هستند، خسته میخورن و خوشحال و سرحال و قبراق مسابقات را از نزدیک تماشا میکنن. منتظر هستیم تا آقای ترکمن ویسل مسابقه را به صدا در بیاره. بله فکر میکنم از این لحظه مسابقه در نیمه دوم آغاز میشه. 30 دقیقه دیگر این مسابقه زمان هست. 30 دقیقه پر استراب، 30 دقیقه پر دلهره برای دیدار تیم های بدخشان و کندوز. ببینیم که این 30 دقیقه دستخوش چه اتفاقاتی خواهد بود، چه تفاوت‌ها را رقم خواهد زد، کدام تیم برنده و کدام تیم بازنده یا هم هر دو تیم مساوی میکنن. هرچه هست هنوز 30 دقیقه دست نخورده سر جایش است و هر دو تیم هم با تمام وجود، با تمام انرژی رقابت خودشان را دنبال میکنن. یک بار دیگر برداشت صورت گرفته و اجازه کار داده نشد برای پهلوان بدخشان
و از مسیر دور شد. مجددا باید کار خودشان را دنبال بکنند. در مرحله برداشت جیگ به جیگ به هم رقابت خواهند کرد. یک بار دیگر میبینیم صحنه آهسته را به هم مرور میکنه. اینجا گساله به اوت رفت. ابراهیم پهلوان را میبینیم، داور مرکزی این مسابقه. قضاوت بسیار حساسی را به عهده داره و حکمیت و قضاوت در مسابقات کلان چنینی کار آسانی نیست و باید همه تلاش، همه تمرکز خود به کار بگیره که حق تلفی در کار نباشه، بازیکن‌ها فاول نزنن، اشتباهاتی نکنن و او داور است و او قاضی است و او حکم است. از این لحظه ویسل زده میشه، برداشت جیگ به جیگ هست بین دو پهلوان، با همدیگر رقابت میکنن. ببینیم که چقدر این رقابت کارساز خواهد بود. باز هم برداشت صورت گرفته از پهلوانان ولایت کندوز. اسماعیل پهلوان از گساله در اختیار دارد، جلویش بستند و برایش کاملا بستند، او را به سمت اوت میبرند و موفق هم میشن یاران ولایت بدخشان. دوباره زبی پهلوان هم چانس خود امتحان کرد و موفق نشد. گساله کماکان سر زمین است و پرشمار پهلوانا بین همدیگر رقابت میکنن برای برداشتن گساله. یکی بر دیگری تلاش میکنه که موفق بشه و این گساله سنگین دست زمین برداره و به سمت دایره حلال ببره و نتیجه را تغییر بده. کندوز یا بدخشان کدام یک مشخص نیست. روح الله را میبینیم، پهلوان اسماعیل را میبینیم، پهلوان زبیر را میبینیم، پهلوان عتیق مختار را میبینیم، پهلوان غلام خدایی را میبینیم، حاجی غلام خدایی را. باز هم ویسل میزن آقای ترکمن. بازی میره برای برداشت جیگ به جیگ. زمان تعیین شده به پایان رسید. این بازی در نهایت با پیروزی کدام تیم، با شیرین کامی کدام مردم، کدام ولایت، کدام مخاطبان به پایان خواهد رسید. سر صدای کرکننده در میدان بزکشی در ورزشگاه به گوش میرسه و پهلوانانشان را در میدان تشویق میکنن. دوباره برداشت جیگ به جیگ هست. آقای ترکمن منتظر هست که دو پهلوان آماده بشه تا اینکه ویسل بزنه، تا اینکه برنامه را آغاز بکنه، تا اینکه کار را دنبال بکنن. ببینیم با چه اشتیاقی مسابقات را تماشا میکنن هواداران دو تیم کندوز و بدخشان. بدخشان سرزمین پهناور و وسیع و پرجمعیتی است، پرجمعیت ترین ولایت افغانستان و بیشترین ولسوالی ها را داره. ولایت کلانی است، مردمان خونسرد و مهمان نواز و شایسته‌ای داره. به این ترتیب کندوز هم جزء ولایت های فوق العاده عالی در زون شمال، مردمان خوب با فرهنگ عالی. مسابقات بزکشی از دیر زمان است در این زون، در این مناطق، در این ولایت ها به شکل آماتور برگزار می شد و از 5 سال به این سو به همت رادیو تلویزیون ملی افغانستان و فدراسیون ملی بزکشی افغانستان این مسابقات به پرده تلویزیون در آمد، چارچوب مشخص گرفت، قوانین و اصول گرفت و این مسابقات امسال بی‌نقص‌ترین مسابقات بود، بهترین مسابقات و بی‌حاشیه ترین مسابقات بوده تا اینجای کار که ما دیدیم. همه تیم ها تا پایان جان رقابت کردند، مثل دیداری که روز گذشته میدان وردک که اولین تجربه ایشان بود به نمایش گذاشتند و بازی چشم نوازی انجام دادند، مثل روز گذشته لوگر که در برابر همین بدخشان به زیبایی هرچه تمام بازی کردند، رقابت کردند، جوان مردانه رزمیدند. اما این دو تیم شایسته از گردونه رقابت ها حذف شدند.
تخار یکی از تیم‌های فوق‌العاده عالی این دور مسابقات بود که از گردونه رقابت‌ها حذف شد با وصف اینکه بسیار تیم شایسته‌ای بود، بسیار پهلوانان خوب و میدان دیده‌ای را در اختیار داشت. رقابت 2-1، دو پهلوان نامی، دو پهلوان نامدار، پهلوان زبی و پهلوان حاجی غلام خدایی در برداشت جیگ به جیگ با همدیگر رقابت میکنن. دو پهلوان دیگر، دو پهلوان تازه نفس جای خودشان را به زبی و غلام خدایی میتن. نجیب پهلوان و اسماعیل پهلوان. نجیب پهلوان تلاش میکنه اسماعیل گساره بر نداره، اما اسماعیل پهلوان گساره به شایستگی برداشت کرده. اسماعیل نیست سیدال پهلوان اختیار دار. سیدال پهلوان چقدر موفق بود در رساندن گساره دایره حلال، نزدیک دایره همسیش تغییر دادن. حالا فرصت برای کندوز برای امتیاز بعدی. کندوز موفق میشه یا آخر؟ ببینونه خواهد بود. امتیاز شده فکر میکنم تاییدم شده. امتیاز دوم برای کندوز. یک بار دیگر کندوز پیشی میگیره، یک بار دیگر بدخشان عقب میافته، یک بار دیگر پهلوانان کندوز قدرت خودشان را به رخ میکشن. این چنین مسابقه جذابی، این چنین رقابت نفسگیری. کندوز دو بدخشان یک. چقدر خوب است این تیم کندوز، قدرت خود به نمایش میگذاره. این چنین بود سیدال پهلوان برای دومین بار امتیاز گرفت. تفاوت‌ها را بزرگترین ستاره ها با تجربه ترین ستاره ها، زبده ترین ستاره ها رقم میزنن. این بار باز هم سیدال پهلوان از راه رسید و کندوز را 2-1 از بدخشان پیش انداخت. خوشحالی در میان کندوزیان و ولایت کندوز، مردمان کندوز که اکنون مسابقه را تماشا میکنن سر اسبان نمیشناسن از خوشحالی. چقدر خوب بود این سیدال پهلوان، چقدر خوشحال از سیدال پهلوان. شایسته این پیروزی بودن تا اینجای کار یاران کندوز. بریم برای ادامه مسابقه، بریم برای ادامه کار. دوباره بدخشان پس میفته، دوباره کندوز پیش میفته. نتیجه دوباره 2-1 به نفع کندوز اعلان میشه. برداشت گله‌ای بین پهلوانان دو تیم. چقدر آسان خواهد بود که این گساله را بردارن برای پهلوانان دو تیم. بعد ببینیم رقابت کماکان ادامه داره. یاران کندوز یک گساله دیگر را حلال بکنن کار بدخشان در این مسابقه تمام است. اما بدخشان بیدی نیست که به این بادها بلرزه. قطعاً به جریان مسابقه باز خواهد گشت. این بازی قطعاً تغییراتی در خود خواهد دید، چون این دو تیم‌های قدرتمند این دور مسابقات هستند. ما در این دور مسابقات کمتر تیم ضعیف داشتیم. همه تیم‌ها تیم‌های قدرتمندی بودن، همه تیم‌ها تیم‌های مدعی بودن. از سمنگان گرفته تا کندهار تا بدخشان تا کندوز، یکی از یکی دیگر بهتر، یکی از یکی دیگر بانشادتر، یکی از یکی دیگر قدرتمندتر. بغلان و بلخ و سایر تیم ها هم اضافه بکنیم به این مجموع. برداشت جیگ به جیگ. باز هم یاران بدخشان تلاش میکنن گساله را بردارن. برداشت صورت گرفته فکر میکنم. یک بار دیگر از یاران بدخشان ببینیم که چقدر موفق خواهند بود در رساندن این گساله به دایره حلال. به سمت دایره حلال حرکت میکنن. سرعت اسباب زیاد شده اما کشمکش مطمئنا به سمت اوت خواهند کشاند پهلوانان هر دو تیم را که این اتفاق هنوز نیافتاده. گساله سر زمین هست، تلاش‌های خودشان را انجام میتن. پهلوانان هر دو تیم 1 دقیقه فرصت دارند در این رقابت گله‌ای یا گروهی که گساله را یک بار دیگر برداشت کنن و استفاده بکنن و به دایره حلال برسنن و امتیاز کسب بکنن. یاران بدخشان یا کندوز مشخص نیست. این 1 دقیقه به پایان برسه آقای ترکمن ویسل خواهد زد و دوباره میرن به مرحله جیگ به جیگ. ساعت خود میبینه، تماشا میکنه، ثانیه ها را میشمره. آقای ترکمن رقابت
نفسگیر شده، رقابت تنگاتنگ هست و جذاب هست و تماشایی هست. 19 دقیقه تا پایان مسابقه زمان هست. پهلوانان هر دو تیم کماکان رقابت خودشان را دنبال میکنن. فکر میکنم که 1 دقیقه به پایان رسیده. بله ویسل میزن آقای ترکمن. 1 دقیقه به پایان رسید، زمان لازم برای رقابت گله‌ای. حالا میرن به سمت رقابت انفرادی برای پهلوانان هر دو تیم. رقابت تن به تن خواهد بود. یاران بدخشان نباید فرصت را از دست بدن. باز هم رقابت تن به تن هست بین پهلوانان هر دو تیم. ببینیم چقدر موفق خواهند بود در برداشتن نعش گساله از سر زمین. یک بار دیگر ظاهراً زبی پهلوان گساله را گرفته از زبی پهلوان. باز هم پهلوانان بدخشان در تلاش هستند جلوی حرکت زبی را بگیرند. زبی مصمم هست برای گرفتن امتیاز سوم بر نفع کندوز. کندوزیان این بار عزمشان را جذب کردن برای قهرمانی. دوباره زبی پهلوان حرکت میکنه. زبی پهلوان چقدر موفق خواهد بود. زبی پهلوان میره به سمت دایره حلال. همه پشت سر زبی هستند و 2 تا از پهلوانان بدخشان زبی را همراهی میکنند و به سمت دایره، به سمت اوت البته که موفق هم شدند. 43مین دقیقه این دیدار. باز هم ببینیم صحنه رقابت پهلوانان هر دو تیم را. کشمکشی که بین پهلوانان هر دو تیم در جریان بود. کندوز با تمام وجود هم در دفاع هم در حمله عالی کار میکنه، بی نقص کار میکنه. لحظه هم عقب نشینی نکردن تا اینجای کار پهلوانان ولایت کندوز. باز هم اجازه کار داده شد. باز هم برداشت از یاران کندوز. فرصت هست برای کندوزیان. زبی پهلوان هست فکر میکنم. ببینیم که چگونه استفاده خواهد کرد از این گساله. او را میرسانه به دایره حلال یا نه. رقابت تن به تن هست. نجیب پهلوان با سیدال پهلوان در تقابل هست. کشمکش بین 2 شماره 3، بین 2 ابرقدرت، بین 2 قدرتمند. هر دو زننده یا گیرنده امتیاز هستند. سیدال 2 امتیاز برای کندوز گرفته و نجیب 1 امتیاز برای بدخشان. ببینیم صحنه آهسته را. این گونه رقابت هر دو با رسیدن به اوت به پایان رسید. 44مین دقیقه هم پشت سر گذاشتیم. وارد 45مین دقیقه این مسابقه میشیم. 15 دقیقه تا پایان مسابقه زمان هست و کار کماکان به نفع کندوز دنبال میشه. 2 در برابر 1. باز هم برداشت این بار از یاران بدخشان. پهلوان غلام خدایی چندین بار گساله را برداشت کرده اما هنوز نتانسته که مأموریت خود کامل بکنه، اما هنوز نتانسته که مسئولیت خود در قبال مردم ادا بکنه و ادای دین بکنه و اجازه ندادن برای پهلوان خدایی. ببینیم گساله را از یاران بدخشان گرفتن. یاران کندوز چقدر خوب هست. اسماعیل پهلوان میره به سمت دایره حلال. اسماعیل پهلوان باز هم بازیگر میخوره. جلوی اسماعیل را میگیرن یاران بدخشان. پرشمار هستند. گساله به اوت بره. برداشت جیگ به جیگ خواهد بود. بله برداشت جیگ به جیگ هست. یک بار دیگر میبینیم صحنه آهسته را با هم. اسماعیل به این ترتیب گساله را در تقم خود گرفت اما روح الله تا آخرین لحظه همراهی کرد و اجازه نداد برای اسماعیل پهلوان تا اینکه تعداد امتیازها بیشتر بشه. خب یک بار دیگر ویسل زده میشه. 2 پهلوان رو در روی یکدیگر قرار میگیرن. باز هم زبی پهلوان شانس خودش امتحان میکنه. سعی میکنه که نجیب مختار را از صحنه بیرون بکنه. نجیب مختار در تقلص برای برداشتن نعش گساله. این دفاع
مرگبار است برای یاران بدخشان در صورت که نتونن گسار را بگیرن. یک بار دیگر نجیب مختار میگیره، نجیب مختار میگیره گسار را. فرصت هم هست برای یاران بدخشان. ببینیم چگونه استفاده خواهند کرد از این موقعیت. اجازه نداد عبدالسلام پهلوان، به اوت رفت. دوباره جیگ به جیگ. کار در وسط میدان دنبال خواهد شد. نجیب مختار آورد گسار را در زمین انداخت و مجددا کار باید دنبال بشه. این کشمکش را ببینیم. تقلای پهلوانان دو تیم بود که کار به جای نبرد و مسیر اسباب به سمت اوت رفت و فرصت از کف رفت برای یاران بدخشان. مجددا کار دنبال میشه در میدان. یاران بدخشان ببینیم که موفق میشن گسار خودی که برداشتن حفظ بکنن یا خیر. کشمکش از بازم بین پهلوانان هر دو تیم. رقابت جانانه ای دارن. یک بار دیگر یاران بدخشان گسار برداشت کردن، باز هم به سمت اوت میره و بی حاصل هست. مجددا گسار در اختیار روح الله قرار میگیره تا زمان هدر نره، وقت مدیریت بکنن و کار دنبال بشه. یاران بدخشان نیاز به امتیاز دارن و کندوز نبض بازی رو در اختیار گرفته و امتیازها در جیب هواداران و در جیب پهلوانان و نتیجه به نفع مردم ولایت کندوز هست. کندوز شایسته ترین تیم را در این فصل مسابقات فرستاده. هر دو بازی قبلی خود برده، به عنوان تیم اول صعود کرده و حالا هم اینجا در برابر بدخشان نمایش خیره کننده ای داشته تا اینجای کار. دوباره پهلوان غلام خدایی نتونست گسار را بگیره، دوباره تلاش میکنه. این بار موفق شد پهلوان غلام خدایی، باز هم گساله در زمین قلتید. حالا تلاش برای برداشتن گله‌ای خواهد بود. زبی پهلوان گسار را برداشت میکنه، خودم میرسانه پهلوان غلام خدایی. او هم گساره در اختیار داره و اجازه نمیده که زبی به تنهایی کاری از پیش ببره. فرصت هست برای پهلوانان هر دو تیم، نزدیک دایره حلال هستند امتیاز سوم را بگیرن. کار بدخشان تمام است. عبدالسلام پهلوان میبرنش به سمت اوت، موفق نمیشن. عبدالسلام پهلوان ببینیم چگونه موفق خواهد شد این گساره به دایره حلال برسانه. کار بدخشان تمام است. رقابت بین پهلوانان هر دو تیم کشمکش جریان داره. حالا اگر اسبش سقوط نکنه و فرصتی که از دست رفته و این موقعیتی که هیچی شد. حالا عتیق مختار هست، نوبت عتیق مختار هست که چانس خودش آزمایش بکنه. عتیق مختار اجازه نمیده به اسبش به اوت بره. پهلوانان ولایت کندوز او را از صحنه بیرون میکنن، تلاش میکنن او به اوت بره. دوباره فرصت هست. عتیق مختار گساره در اختیار داره، فکر میکنم اوت شده. بله، تلاشایشان به هدر رفت، بی حاصل بود. کار از سر گرفته خواهد شد. دوباره پهلوانان میان در جایگاه که در مرحله برداشت جیگ به جیگ رقابت خودشان را دنبال بکنن. ببینیم صحنه آیسته را چگونه عتیق مختار فرصت را از دست داد و او را از صحنه کشاندند به بیرون. اینجا در این زاویه کاملا مشهود هست. باز هم زبی پهلوان و غلام خدایی پهلوان. رقابت بین دو شماره یک برای کندوز، برای بدخشان. با دقت تماشا میکنه ابراهیم ترکمن. 50مین دقیقه مسابقه است. 10 دقیقه پایانی، 10 دقیقه پر استراب خواهد بود برای هواداران بدخشان که تیمشان 2-1 عقب افتاده. زبی با تمام وجود دفاع میکنه. این چونین هست رقابت مسابقات بزکشی. غلام خدایی از هر تلاشی فروگذار نمیشه و هر کاری میکنه بتانه گساره را بگیره، اما اجازه نمیته زبی پهلوان. ببینیم چگونه رقابت دنبال میشه. این دوتا نتانن تا پایان یک دقیقه گساره را برداشت بکنن. دو پهلوان دیگر چانس خودشان را برای برداشتن گساله امتحان خواهند کرد. دوباره غلام خدایی کشید گساله را از دایره برداشت. حالا میتونن به صورت گروهی رقابت بکنن. ببینیم که نظر داور چه هست. دوباره زبی پهلوان گساله را میگیره. زبی پهلوان گساله را گرفته. زبی پهلوان هنوز نتونسته بالا بکنه. گساله وزنش سنگین هست و به سمت زمین کشانده میشه. زبی پهلوان هست.
حالا عبدالسلام پهلوان گساله در اختیار گرفته. عبدالسلام پهلوان مدافع جانانه ولایت کندوز. عبدالسلام پهلوان میره به سمت دایره که اسبش از مسیر منحرف میشه و به بیرون میره. دقایق رو به پایانی که میرسه، اضطراب بازیکنان بدخشان هم قطعا زیاد و زیادتر خواهد شد. اجازه کار خواهد داد آقای ترکمن. برداشت جیگ به جیگ خواهد بود. ببینیم اما کدام دو پهلوان، کدام دو چاپنداز، کدام دو سوارکار با همدیگر رقابت خواهند کرد. ویسل میزن آقای ترکمن. نگاه ها به سمت بازوان توانمند پهلوانان دو تیم هست. هم زبی هم نجیب. رقابت فرد به فرد هست. زبی یک بار دیگر در برابر نجیب ایستادگی میکنه. این بار نجیب مختار تلاش‌های خودش انجام میده. نجیب مختار بار سال گذشته در تورنمنت مزار شریف به همین ترتیب بود که بدخشان در برابر بغلان حذف شد. هر چقدر تلاش کردن نتانستن گساله ای را از زمین بردارن. در دفاع بغلان جانانه عمل کرد. یک بار دیگر کندوز همان تاکتیک را پیش میبره. نجیب مختار را از صحنه کشید زبی پهلوان. همچنان صد کلان به نام زبی پهلوان در برابرش است. مثل یک تانگ قدرتمند در برابر نجیب مختار. اما نجیب مختار با شایستگی گساله را میگیره. نجیب تعادل خود از دست داد، زیر اسب شد. وای 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 وای. اما فرصت هست برای یاران بدخشان. ببینیم چگونه استفاده خواهند کرد از این موقعیت. گساله در اختیار کدام پهلوانان هست؟ یاران کندوز گساله در اختیار دارن، میرن به سمت دایره حلال. فرصت برای امتیاز بعدی برای کندوز. این گساله حلال بشه کار بدخشان تمام است. فرصت ایدئالی است نزدیک دایره حلال. فرصت هست برای یاران کندوز بگیرن این گساله حلال بکنن. بدخشان کارش تمام است. زمان 54مین دقیقه مسابقه است و مجددا رقابت بین پهلوانان دو تیم ادامه پیدا میکنه. روح الله هم هست، زبی پهلوان از کندوز هم هست، اسماعیل هم هست، سیدال هم هست. به همین ترتیب عبدالبصیر پهلوان از کندوز هم هست با شماره 11 و رقابت کماکان ادامه پیدا میکنه. 54مین دقیقه مسابقه است. یاران بدخشان در برابر کندوز به هر آب و آتش میزنن که به جریان بازی بازگردن. شاید تساوی بتونه که تسلای خاطر هواداران بشه و از شکست فرار بکنن و قطعا کندوز این اجازه را به یاران بدخشان نخواهند داد که امتیازی که به سختی به دست آوردن به آسانی از دست بره. هر چقدر که وقت بگذره به نفع یاران کندوز هست. هر چقدر که زمان به پایان نزدیک بشه کندوزیا شرایط بهتری خواهند داشت. حالا برداشت جیگ به جیگ هست. برداشت جیگ به جیگ هست از این لحظه. دقایق پایانی سیدال پهلوان با خوشحالی با ابراهیم ترکمن چیزی میگه. 6 دقیقه تا پایان مانده. در 55مین دقیقه بازی هستیم. آستا یک بار دیگر پهلوانان دو تیم تلاش خودشان را در برداشت جیگ به جیگ امتحان خواهند کرد. اینجا بود که گساله از دست پهلوان ولایت کندوز به زمین افتاد. حالا برداشت جیگ به جیگ، حالا رقابت تن به تن. یک بار دیگر زبی. امروز قرار است که در تمام رقابت‌های تن به تن زبی دفاع بکنه، زبی رقابت بکنه. گساله سر زمین است. پهلوان غلام خدایی، پهلوان غلام خدایی. باز هم نتانه. زبی اجازه کار نداد برای پهلوان غلام خدایی. بازی رو نگه میداره. از دستش گرفته و کارت زرد خواهد گرفت زبی. بله کارت زرد میگیره. باید برای 2 دقیقه از زمین بیرون باشه. از دست غلام خدایی گرفت. کار دنبال میشه بین دو پهلوان دیگر. زمان را هدر نمیده آقای ترکمن. او از حساسیت بازی آگاه است. از اهمیت مسابقه آگاه است. خب رقابت دنبال میشه بین پهلوانان هر دو تیم. دوباره برداشت صورت خواهد گرفت. ببینیم اینجا تصویر آهسته رو ببینیم یک لحظه. فکر میکنم که دست پهلوان غلام خود قبل از این بود. همکارا دست پهلوان غلام خدایی را گرفت و اجازه نداد که او گساله را
از زمین برداره. برداشت صورت گرفته. خب قطعا این فرصت هم به هدر رفت. ذبیح پهلوان شماره 1 کندوز کارت زرد گرفت، با اینکه در این مسابقه بسیار عالی بود. در دفاع بهترین عمل کرد را داشت. اگر کندوز اینجاست، 2 تا از بازیکنان 3 تا از بازیکنان کندوز بیشترین سهم را داشتند. یکی سلام پهلوان در دفاع، یکی ذبیح پهلوان در دفاع از برداشت و یکی سیدال پهلوان در رساندن گساله ها به دایره حلال. این 3 تا بیشترین تاثیرات مثبت روی این مسابقه داشتن. کندوز بدخشان قدرتمند را تا این جای کار شکست بده. برداشت صورت گرفته. یک بار دیگر یاران کندوز میرن به سمت دایره حلال. ببینیم چگونه استفاده خواهند کرد از موقعیت. یاران بدخشان اجازه نمیتن. چیزی به پایان مسابقه نیست و پهلوان هر دو تیم در تقلا هستند. رقابت کماکان ادامه پیدا میکنه. اسماعیل پهلوان گساره در اختیار داره. اسماعیل پهلوان در تقم خود محکم گساره در اختیار داره. نزدیک دایره حلال هم هست. اگر کندوزیا بتونن این امتیاز را بگیرن، بدخشان هیچ شانسی برای جبران این نتیجه نخواهد داشت. ببینیم بیروبار را بعد کندوزیا نمیایی که زمان را هدر بتن، وقت را بگیرن. اونا آگاه هستن که هر چقدر بتونن در میدان مسابقه نتیجه را حفظ بکنن به نفعشان است. آنها 2-1 بازی را بردند. باز هم تکرار میکنم، به دست آوردن نتیجه آسان است و حفظ کردن سخت‌ترین کار ممکن. هر چقدر که در امتیاز گرفتن تلاش میکنند، چندین برابر باید در حفظ نتیجه تلاش بکنند. کندوز 2 بدخشان 1. دقیقه 58 هست. زمان رو به پایان هست و پهلوانان دو تیم را یارای برداشتن گساله نیست. دوباره برداشت جیگ به جیگ خواهد بود. کندوزیا در شرایط ایدئال قرار دارند و هواداران بدخشان یک بار دیگر مغموم و ناراحت در میدان معلوم میشه. حضور دارن. تیمشان این دومین شکست را به دست آورده. دو تیم قدرتمند این فصل مسابقات از کندهار و از کندوز شکست خورده. اصلا در قامت قهرمان نیست این تیم و قطعا همینطور ادامه شرایط صعود به جمع 4 تیم را هم نخواهد داشت تیم ولایت بدخشان، چون از این گروه یک تیم قدرتمند دیگری هم هست در همین گروه. باز هم برداشت. اوه 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 اوه، چه رقابت عجیبی. ذبیح پهلوان اجازه نداد برای پهلوان غلام خدایی، او را از صحنه بیرون کرد. زمان رو به پایان هست. پهلوان غلام خدایی، آخرین تلاش ها، آخرین تلاش ها. ببینیم که چقدر موفق خواهند بود. 1 دقیقه پایانی و چهره مغموم هواداران بدخشان دوباره کامشان تلخ شد. این بار در مرحله حساس، در مرحله 8 تیم. تیمشان حذف نیست. بدخشان از ادامه مسابقات حذف نیست. 1 چانس دیگه هم برای رقابت داره. 30 ثانیه تا پایان مسابقه زمان هست و اشاره میکنه برداشت جیگ به جیگ با همدیگر رقابت بکنن. این بار روح‌الله پهلوان است با عبدالسلام پهلوان. عبدالسلام پهلوان هیچ کاری غیر از دفاع نخواهد کرد، به این دلیل که او مدافع ارشد تیم کندوز هست. 20 ثانیه تا پایان مسابقه. روح‌الله در برابر عبدالسلام که در دفاع بسیار نامدار هست که جز پهلوانان نامی افغانستان است در دفاع. 10 ثانیه. زمان به پایان رسید. زمان به پایان رسیده. 4 ثانیه زودتر جشن گرفتن و بازی تمام شد. کندوز نبرد بزرگ را برد. کندوز به پیروزی ارزشمند دست یافت. کندوز تانست که بدخشان مقتدر، بدخشان نامی را شکست بده. کندوز به شایستگی به این جایگاه رسید. کندوز با اقتدار به این جایگاه رسید. بدخشان حرفی برای گفتن نداشت. نتانست که در برابر کندوز رقابت بکنه. نتانست که میدان را ببره. کندوز تانست که کار بزرگی را رقم بزنه و در نقش یک مدعی قرار بگیره. کندوز در برابر بدخشان به پیروزی ارزشمند رسید. هواداران کندوز خوشحال هستند. ببینیم تصویر